خب ما در مورد بهای تمام شده زیاد میشنویم، این واژه خیلی به گوشمون میرسه، ولی حالا باید بدونیم که واقعا اصلا مفهوم بهای تمام شده چیه و چرا این واژه خیلی کاربرد داره توی صنعت و اقتصاد. اهمیت بهای تمام شده و کاربرد اون توی کسب و کار، اصلا توی زندگی، توی در واقع قیمت گذاری کالاها و سودآوری سازمان اقتصادی چیه؟ تعریف ساده بهای تمام شده اینه: بهای تمام شده شامل تمام هزینه‌هایی که برای تولید یک واحد کالا یا خدمت صرف میشه و نشان دهنده قیمت واحد اون کالاست. داشتن اطلاعات از بهای تمام شده باعث میشه که شما تصمیمات آگاهانه تری بگیرید و ارزش بیشتری خلق کنید و عملکرد سازمان رو بهبود ببخشید و با دید بهتری به کسب و کارتون نگاه بکنید. این بهای تمام شده که میگیم شامل چه اجزاییه؟ بهای تمام شده شامل مواد مصرفی، نیروی کار یا همون دستمزد و سربار میشه که شامل هزینه‌های عمومی برای تولید یک واحد کالا یا خدمت. اگه قرار باشه کامل و جامع بگم، بهای تمام شده قطب نمای تصمیم گیری توی سازمانه. این مقدمه‌ای بود برای اینکه ذهنتون با بهای تمام شده آشنا بشه. در استوری‌های بعدی منو دنبال کنید تا اطلاعات بهتری بدم.